انتخابی کار است یا فقط ما در جهانی قرار گرفته ایم که یکی از نتایج را تجربه می کند، در حالی که تمام نتایج دیگر در جهانهای دیگر به حیات خود ادامه می دهند. در همتنیدگی کوانتومی موضوع را حتی پیچیده تر می کند. دو ذره می توانند بدون در نظر گرفتن فاصله اطلاعاتی را به نوعی منتقل کنند که قوانین فیزیک کلاسیک را نقض می کند. برخی فیزیکدانها جسورانه میپرسند آیا این ارتباطات پل‌هایی هستند میان جهانهای موازی؟ آیا رفتارهای غیر قابل توضیح این ذرات فقط در صورتی معنا پیدا می‌کند که فرض کنیم واقعیت بزرگتر از آن چیزی است که ما در آینه می‌بینیم؟ در این مرحله علم به جای پاسخ دادن تبدیل می‌شود به چراغی که فقط سایه‌های سوال‌های ترسناکتر را روی دیوارهای ذهن ما می‌اندازد.